بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما رو شروع میکنیم از قسمت تول باکس. دیروز روز اول بود، یک معرفی شدیم با پروگرام فتوشاپ، تعریفی که ازش داشتیم و موضوعاتی که در روز اول بود اونا را کار کردیم، یعنی صفحه و با جزئیاتش. امروز از قسمت تول باکس شروع میکنیم. تول باکس که باز خلاص شد، بعد ترکیب از اون مینوها و باز پلتا و پروژه باز کار میشه. میایم روی قسمت تول باکس. در اول تول باکس یک تعریف میکنیم نظر به شکل که اینجا تقسیم بندی شده. ما با مو شکل یک تعریف ازش داریم. قسمت اول به نام سلکشنز است، چون اینجا ابزارهایی وجود داره که به خاطر انتخاب کردن و سلکشن کردن میتونیم از استفاده کنیم. قسمت دوم به نام برشز است، یعنی برسام، به خاطر رنگ‌آمیزی و تنظیم نور و این موضوعات ازش استفاده میشه کرد. قسمت سوم به نام شپس است، به خاطر کارهای دیزاین زیادتر استفاده میشه. موضوعاتی که به خاطر طراحی رسامی این موضوعات است میتونیم ازش استفاده بکنیم. و موضوع دیگه ای که داریم در این قسمت اکسترا، قسمت چهارم تول باکس، زیادتر ابزارهایی است که به خاطر کنترل کردن پروژه ازش میشه استفاده کرد. میایم روی ابزار اول که به نام رکتانگولار مارکینگ تول است. اگر ما خواسته باشیم یک قسمت از تصویر به شکل چهارزولی انتخاب کنیم یا سلکشن بندازیم، از رکتانگولار مارکینگ تول استفاده میکنیم که به شکل چهارزولی برای ما سلکشن بندازه. سلکشن دیگه که داریم الیپتیکال مارکینگ تول، به شکل دایروی سلکشن بندازه. و سلکشن که بعد از الیپتیکال است سینگل رو و سینگل کالم، یک قطار از پکسلا را به شکل افقی و عمودی سلکشن میکنه. کنترل دی ما را دسلکت میکنیم و ما یک سلکشن بندازم. با شرکت کنترل مثبت تصویرم زوم این میکنم و میخوایم ببینیم که یک قطار از پکسلا را انتخاب کرده یا نه. یک قطار از پکسلا را انتخاب کرده. سینگل رو پس یک قطار از پکسلا را به شکل افقی انتخاب میکنه. سینگل کالم هم یک قطار از پکسلا را به شکل عمودی. از سینگل رو و سینگل کالم ای که شاید پیش خودت سوال خلق شود که مثلا ما یک قطار از پکسلا را چرا انتخاب کنیم، ولی داخل از پروژه خیلی از جا از این مورد استفاده میشه که باز ما بعض از نمونه‌اش میشه هم در درس امروز براتون کار کنم و هم در درس‌های بعدی. مثلا یک موضوعی که ما میتونیم از این کار بکنیم این است که ما این لایه را دلیت میکنم و کار که انجام میتونم این است که از یک کنترل جی میگیرم. خوب دقت کنین، یک دانه دیگه هم کنترل جی، کاپی اف لیر. شارکت ها رو باید داشته باشین. این در ریکاردم میگم که باز باید تان باشه. کنترل جی، کاپی اف لیر. دو دانه کاپی گرفتم با شرکت کنترل جی. روی اولی میایم یک سنگل کالم بندازیم و کنترل تی شرکت فری ترانسفورم است، یک چارچوکات ایجاد میشه که برای ما اجازه میده تصویر خرد و بزرگ بسازیم به این شکل. خب من این دوباره ریجکتش میکنم. کنترل دی سلکت این قسمت سلکشن بندازم. کنترل تی فری ترانسفورم این از قسمت بزرگ میسازم به این شکل. یک نمونهش این حالت است. شما اگر کدام وقت میخواین به این شکل یک بک‌گراند رو ایجاد کنین، میتونین از خود تصویر کار بگیرین با سنگل رو سنگل کالم. این ما هایت میکنم، میام روی پایینی و ام دفعه برعکس از چی استفاده میکنم؟ سنگل رو. این از کدام قسمت میگیم؟ این از اینجا کنترل تی به سمت بالا و به سمت پایین و ایران برش میگیم که اکسپت. کنترل دی دسلکت. خب لیر بالا رو انتخاب میکنیم، اپاسیتیش کم میکنیم. اپاسیتی به معنای دید است، دید از زیر کم میکنیم تا پایینی معلوم شود، یا برعکس را میگیم 100% باشه. این لیر کش میکنیم بالا میندازیم، دید از زیر کم میسازیم. دید از اینکه کم شد باز پایینی معلوم میشه. به این شکل یک بک‌گراند تانستیم ایجاد بکنیم که هر دو تاش به هم میکس است. یا شما اگر خواستین یک بک‌گراند مثلا تنها به این شکل باشه، یک بک‌گراند کاملا ساده، به خاطر کارتانم اون با سنگل کالم از قسمت جای از تصویر که ما خواستیم، یعنی این قسمت با سنگل رو یک بک‌گراند ساختیم که این یکی است و با سنگل کالم هم یک بک‌گراند دیگه ساختیم که این یکی است. به این شکل این موضوعات است که سنگل رو سنگل کالم میشه استفاده بکنین. اینا رو من دوباره دلیت میکنم و بعد از این سلکشن دیگه ای که داریم به نام لاسو تول است، به شکل فری فارم کار میکنه، یعنی کنترل زیر دست ما پرس می باشه، هر جایی که ماوس حرکت میدیم اونم قسمت از سلکشن میندازه. سلکشن دیگه ای که داریم پلیگونال چند ضلعی، مثلا هر جایی که ما خواستیم میتونیم به شکل چند ضلعی انتخاب کنیم. خود کلمه پلیگون چند ضلعی معنا میده. مثلا به این شکل میخوایم یک حالت سلکشن روی تصویر ایجاد بکنیم. کنترل دی دسلکت. سلکشن دیگه ای که داریم در قسمت مگنتیک، به شکل مغناطیسی کار میکنه، یعنی بین دو رنگ تفکیک میکنه و خودش نقطه گذاری میکنه. یک کلیک ما میکنیم دیگه، فقط ماوس حرکت میدیم بدون کلیک کردن. هر جایی خواسته باشیم اون با اون شکل میتونیم که انتخابش کنیم و سلکشن بندازیم. کنترل دی سلکت. کنترل ما یک تصویر میارم تا که جای استفاده اینا رو براتون نشان بدم. در تصویر ما میگیم که تصویری که استفاده میخوایم بکنیم این یکی از. خوب دقت بکنیم، فقط یک موضوع قسمت کانترست از این میگیم که کانترست از کم باشه و فرکانسی 100 است. درست است. اینجا یک کلیک میکنم و پوینتر ماوس انتقال دادم میرم، خودش نقطه گذاری کرده میره.
بین رنگ‌ها تفکیک میکنه و نقطه گذاری میکنه. سلکشن خوبی است، زیادتر میشه به خاطر انتخاب کردن یک تصویر که اگر هدف ما باشه که بک‌گراند چه چنج بکنیم میشه از استفاده بکنیم. هر جایی که اگر به این شکل اشتباه میشه با بک اسپیس یا دلیت میتونیم اونم پوینت ها یا نقطه ها را پاک بکنیم. تا این قسمت میگیم کار ما اشتباه شده بود، اینا بس پاک شد. این از این قسمت دوباره کار ما را پیش میبریم. و این نقطه گذاری بستگی به سرعت ما داره که ما با سرعت انتقال میدیم یا آهسته. اگر آهسته تر انتقال بدیم همون نقطه ها زیادتر ایجاد میشه، اگر کم سرعتش بیشتر باشه باز نقطه ها کمتر ایجاد میشه. یک دبل کلیک هم میکنیم این قسمت یا تصویر ما کنترل مثبت یک مقدار زوم میکنم کنم نقطه اول پیدا کنم، بک اسپیس این پوینت ها رو دلیت میکنم، میگم اینی پوینت است. برای پوینت اول یک کلیک تا سلکشن ما بسته شود. کنترل منفی زوم اوت. حالا خود نفر انتخاب شد. اگر میخوایم بک‌گراند رو تبدیل بکنیم سلکشن ما رو سرچپه میسازیم با شارکت شیفت کنترل آی اینورس سلکشن. دبل کلیک میکنیم برش میگیم اوکی، قفل تصویر باز میکنیم، دلیت، بک‌گراند پاک شد. کنترل دی دسلکت. شما هر بک‌گراند دیگه که خواسته باشین میتونید ایجاد بکنید. مثلا ما یک تصویر داریم، کنترل او رو میاریم مثل این یکی و ابزاری داریم به نام موو تول که وظیفه‌اش انتقال دادن است. کلیک پرس میگیریم، ماوس حرکت میدیم روی عکسی که میخوایم مثلا همون بک‌گراند انتقال بدیم و بیاریم روی ویندوش پوینتر ما رو قرار میدیم تا عکس باز شود. بعد از او باز ماوس در وسط صفحه میاریم، کلیک اعلام میکنیم، بک‌گراند از همین تصویر از این قسمت به اینجا انتقال پیدا کرد. لیرش کش میکنیم بندازیم پایین در پشت سر از این. میخوایم بک‌گراند به این شکل تبدیل شود. درست شد؟ خیلی هم با دقت و جالب کار کرد این موضوع. و بعد از موضوع مگنتیک ما سلکشن دیگه داریم به نام کویک سلکشن. این به خاطر تصاویری است که بک‌گراندش ساده نباشه، چند رنگه باشه. مثلا ما یک تصویر میاریم مثل اینی یکی، بک‌گراندش که ساده نیست، یک رنگ نیست نی. اگر خواسته باشین با سرعت و با دقت سلکشن کنین از کویک استفاده بکنین. به این شکلی تقریبا حالت برش داره، جایی که انتقالش میتین با ماوس اون قسمت رو انتخاب میکنه میگیره. و اگر خواسته باشین بک‌گراند از زیر از بین ببرین دبل کلیک اول قفلش رو باز میکنین بعدا دلیتش میکنین، کنترل دی دسلکت و ابزار به نام موو تول میریم روی این تصویر، کلیک پرس میگیریم، کشش میکنیم، اینجا میندازیم. و شما اگر به این طریق باز کار نتونستین کنترل ای سلکت آل، کنترل سی کپی دی تصویر بین، کنترل وی پیستش کنین، اینم در پشت سر بندازین. کنترل تی فری ترانسفر، آلت و شیفت پرس بگیریم تا که از نقطه انکور پوینتش از مرکز کوچک شود. اگر آلت و شیفت پرس نگیرین این از پیشتون شاید حالت پکسلای یا شکل پکسلایش خراب شود در وقت خرد و بزرگ ساختن. این میگیم یک اندازه میخوایم که خردتر یک مقدار بزرگتر بگیریم در این قسمت قرار میدیم و برش میگیم که اکسپت. این به این شکل. سلکشن دیگه ای که داریم به نام ماجیک وان تول است. این به خاطر تصاویری است که بک‌گراندش کاملا ساده باشه. مثلا ما یک تصویر میاریم مثل این یکی، بک‌گراندش کاملا ساده است. اگر شما یک تصویر داشته باشین که بک‌گراندش کاملا ساده باشه بدون از اینکه خودتون قدر جنجال بدین که مثلا با کویک سلکشن کار بگیرین یا که برین مثلا از این قسمت با مثلا لاسو یا پالیگونال یا مگنتیک کار بگیرین، میتونین راحت با یک کلیک رو از بین ببرین. گرچند که در اول باید به شما گفته شود که لاسو به خاطر انتخاب کردن تو یگان تصاویر بسیار مشکل است. اگر ما بخوایم نفر انتخاب کنیم بک‌گراندش مثلا بک‌گراندش تبدیل بکنیم این بسیار کار مشکل است، چون این قسم کار میکنه که حالتش فری فرم است. کلیک پرس است، ماوس حرکت میدیم، امکان داره ماوس از پیش ما یک سمت دیگه بره پس سلکشن خراب شد. این به این شکل است. ولی اگر یک جای خواسته باشین که با سرعت انتخاب کنین میتونید توسط لاسو کار بگیرید. و موضوع دیگه که بود پالیگونال هم اگر بخوایم تصویر انتخاب کنیم بعضیا رو دیدیم در بعضی عکاسای استفاده میکنن ولی اشتباهه. این ما وقتی میتونیم استفاده بکنیم که یک جایی که به شکل چند ضلعی باشه اینی موضوعات باشه میتونیم از استفاده کنیم، نه به خاطر انتخاب کردن نفر و بک‌گراند این موضوع. ولی مگنتیک باز خوب است، نتیجه میشه که توسط به این کار بگیریم. ولی اگر بخوایم این تصویر بازم با سلکشن کار بگیریم اشتباهه چون خیلی وقت گیر است. پس ما میتونیم با ماجیک وان تول این کار انجام بدیم. با یک کلیک روی بک‌گراند سفید بک‌گراند مکمل سلکتش کنیم. یعنی مخصوص به خاطر تصاویری است که بک‌گراندش کاملا ساده باشه، فرق نمیکنه که سفید، سرخ، سیاه هر رنگ باشه، هدفی است که یک رنگ باشه. اما که روی رنگ کلیک میکنیم مکمل اونم رنگ برای تصویر انتخاب میکنه. شاید شما زیادتر در عکاسی دیده باشین وقتی که یک عکس میگیرین میگن مثلا عکس مرد یک منظره بنداز، باز پشت سر شما یک پرده سفید رنگ یا پرده آبی یا بالاخره یک پرده ساده رو کش میکنه. او در حقیقت کار خود آسان میسازه که با یک کلیک بتونه بک‌گراند شما مثلا تصویر شما رو انتخاب کنه، از بین ببره، هر بک‌گراند دیگه که میخواید به جاش بیاره. اگر مثلا شما یک عکس یک فضای آزاد یک طبیعت عکس گرفته باشین و برش بگید گیر بک‌گراندش چنج کو، این بسیار یک کار مشکل میشه برش، خیلی برش جنجال ایجاد میکنه.
این یک موضوع است که باز میتونید از ماجیک وان تول به خاطر تصاویری که بک‌گراندش ساده است استفاده بکنیم. یک کلیک انتخاب شد، دبل کلیک روی قفلش تصویر رو باز میکنیم، دلیتش میکنیم و میتونیم که کنترل دی دسلکت و بریم در قسمت اینی تصویر کنترل سی کپی میکنیمش و اینا میگیم کنترل وی پیست لیرش در پشت سر از میندازیم، کنترل تی ایرم یک مقدار کوچکتر و اینجا قرارش میدیم، یک مقدار پس بزرگتر باشه. این قسمت میخوایم قرار بگیری رو باش میگیم اکسپت. یک موضوع است که اینجا بین موهایش هم مشکل داره، زیر بغلش هم مشکل داره و این قسمت هم لوگو است. یعنی موضوع اگر بخوایم کار کنیم توسط ابزارهای دیگه در تول باکس میتونیم کار کنیم. یک موضوع مثلا زیرای بغلش اگر باشه چون رنگش ساده است به شکلی که مثلا ما تصویر ساده رو با یک کلیک میتونیم انتخاب بکنیم با ماجیک وان. ما اینجا ابزار به نام ماجیک اریسر داریم که بک‌گراندهای ساده رو با یک کلیک از بین میبره، پاک میکنه. فعلا لیر بک‌گراند انتخاب است، به خاطر کار ما باید لیر عکس انتخاب کنیم، لیر خود نفره. به این شکل روی رنگ سفید کلیک میکنیم تا سفیدی زیر بغلش از بین بره. یک موضوع دیگه اگر بخوایم این لوگو رو از بین ببریم باید از ابزار به نام اریسر استفاده کنیم. این قسمت هم با اریسر کار میکنیم از بین ببریم. و یک موضوع دیگه است که اون قسمت موهاش مشکل داره، اون اگر بخوایم کار کنیم چطور میتونیم کار رو انجام بدیم؟ اون اگر بخوایم پاک بکنیم آلت کلیک دوباره انتخاب میکنین، میرین در قسمت خود سلکشن ماجیک یک ابزار یک آپشن به نام ریفاین ایج دارین، شما روی لبه ها کار میکنه. تصویر یک مقدار زوم این میکنم و توسط به انیمی سلکشن اینجا را کش میکنم. اون لبه ها باید بینش صاف شده باشه، یا اگر بازم صاف نشده بود یک مقدار برش ریشوز میتین. اینی موضوع است. ولی فعلا اگر بخوایم این موضوع رو کار کنیم شاید خیلی خوب نتیجه نده. این وقت کار میگیریم که دم اول ابتدای کار این رو باید در نظر بگیریم. من اینو میگم اوکی به اون شکل یک سلکشن شد. اگر این رو دیلیت بکنیم یعنی شیفت کنترل های سلکشن اینورس کنم این رو دیلیت کنم باز اون سفیدی از بین موهاش پاک شد. این موضوع است. کنترل منفی زوم اوت، موضوع ریفاین ایج از این کارش گرفتیم. و ابزار دیگه که در قسمت از به نام کراپ قسمت های اضافی تصویر قطع میکنیم. مثلا ما کراپ مورد این قسمت بندازیم میگیم این مقدارش ضرورت داریم، دیگه قسمتش ضرورت نداریم. کاری که زیاتر در عکاسی انجام میدن عکس بندای 3/4 و 4/6 این موضوع جور میکنن باش میگیم اکسپت. پس اونم قدرش میمونه مطابقش از بین میره.